هممون میدونیم که جزیره لس سانتوس پر از گنگ‌های مختلف، گروه استریت بالوسا و کلی گنگ دیگه که هر کدومشون یه بخشی از جزیره رو گرفتن و مال خودشون کردن و بعضی وقتا هم پیش میاد که این گنگ‌ها با همدیگه درگیر میشن، ماشینای همدیگه رو میدزدن، از همدیگه دزدی میکنن و تیراندازی میکنن و همدیگه رو میکشن و همیشه یه جنگی بین گنگ‌های داخل جی تی ای وجود داره. و امروز قراره که یه گنگ جدید و یکی از خفن‌ترین و پرطرفدارترین گنگ‌های دنیا رو با همدیگه ببینیم. تا به این فکر کرد که شماره یک فوتبال جهان بتونه یه گنگ داخل جی تی ای داشته باشه. بله درست فهمیدید، امروز قراره توی جزیره لس سانتوس یه گنگ خیلی خفن که رئیسش رونالدو هستش رو با هم دیگه ببینیم. پس بدون معطلی برو بریم که گنگ رونالدو رو قراره بهتون نشون بدم. ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن و دکمه لایک رو بزن و تو کامنت هم بگو که دوست داری گنگ بعدی گنگ کی باشه. برو بریم. ببین کی داره زنگ میزنه؟ رونالدو یا خدا بزنم چی میگه. الو جانم رونالدو بفرمایید. سلام فرانکلین کجایی؟ آقای رونالدو من توی جاده‌ام دارم اینجا با ماشین لاینا میکشم. ماشین تازه خریدم، داشتم حالا تستش میکردم. میتونی بیای خونمون؟ یه اتفاق خیلی بدی افتاده. اتفاق بعد چی شد رونالدو؟ خیلی سریع خودتو برسون اینجا، یه اتفاق خیلی بدی افتاده. سریع بیا کمکم کن. باشه الان میام. یو خدا یعنی چی شده بچا؟ بریم یه سر پیش رونالدو ببینم. من که بچا توی کامنت بنویسین شما طرفدار رونالدو هستین یا طرفدار مسی. من که خودم رونالدو رو یکم بیشتر دوست دارم ولی مسی هم واقعا فوتبالیست خفنی. آقا برو بریم ببینیم رونالدو چی شده به ما زنگ زده. خیلی خب آقا کم کم دیگه داریم میرسیم. فقط من نمیدونم رونالدو چی شده که اونجا داشت نفس هم میزد. حاجی فکر کنم یه اتفاق بدی واسش افتاده. بابا آقای رونالدو حاجی خونه‌شو خدای نگاه کنیم بچا چه خونه‌ای داره. سلام رونالدو چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟ حاجی فرانکلین بدبخت شدم، چیکار کنم؟ همه ماشینامو بردن. چه خبر؟ چی ماشیناتو بردن؟ خب ماشینات که اینجاست، اون یکم تو گاراژ. چی کدوم ماشیناتو میگی؟ بابا دیشب که خواب بودم اومدن همه ماشینامو دزدیدن. الان نگاه کن رولز لامبورگینی هیچ کدوم از ماشینام نیست. وایسا ببینم، یعنی تو اون همه ماشین داشتی لامبورگینی و بوگا؟ بچا کلی رونالدو ماشین داشت، همه‌شو دزدیدن؟ آره حاجی همه‌شو دزدیدن. چیکار کنم؟ چجور پیداشون کنم؟ ماشیناتو خب کی دزدیده؟ تو نمیدونی؟ یعنی دوربینا نداره این خونه؟ نه حاجی دوربینا خاموشه. بادیگاردی چیزی تو الان رونالدو یعنی دوربین و بادیگارد اصلا نداری؟ نه این خونم نداره. خب چیکار کنم؟ ای وای خب الان نمیدونی کی دزدیده؟ واقعا گیج شدم فرانکلین، بر من بادیگارد جور کن. ای با بادیگارد حالا باشه. خب الان ماشیناتو چیکار کنی؟ ماشیناتو دزدیدن. حالا ماشینا زیاد مهم نیستن، بذار بمونه. ان شاءالله سری بعد دیگه ماشینا رو میخرم دیگه. چیکار کنم دیگه دزدیدن. داره دیگه براش مهم نیست اصلا ماشیناشه. باشه بذار الان به رئیس زنگ میزنم برات یه بادیگاردم جور میکنه. رئیس چون جواب بده این بادیگارد ماشیناشو بچا دزدیدن اصلا براش مهم نیست. سلام رئیس خوبی؟ سلام فرانکلین چی شده؟ رئیس میگه من اومدم شه رونالدو، این ماشینای رونالدو رو نمیدونیم کی دزدیده، نه دوربین داره نه بادیگارد. بعد گفتش که زنگ بزنم به تو بگی تو یه چند تایی بادیگارد براش جور کنیم. فرانکلین من بادیگارد راستش بخوای الان فعلا چیزی ندارم. بادیگارد نداری رئیس؟ یعنی یکی دوتا هم نداری من بفرستم از رونالدو؟ این اومده تو تیم فوتبال ما خیلی ضایع است هواشو نداشته باشیم ما. ببین نمیدونم ولی خب الان بادیگارد ندارم. یه هفته اینا طول میکشه. یه هفته؟ حالا بچا من یه کارش میکنم. باشه رئیس دمت گرم. خدافظ. ببین رونالدو من زنگ زدم رئیس میگه بادیگارد ندارم. یعنی چی بادیگارد نداره؟ خب من الان بادیگارد میخوام، هر چقدرم هزینه‌اش میدم. بادیگارد بچا کسی به ذهنم نمیاد. سلام فرانکلین جان. ببین به لامار بچا میتونم بگم اون شاید رفیقاش مثلا بادیگارد اینا باشه. 100% رفیق بادیگارد داره. میگم رونالدو الان میخوای بریم شه لامار فکر کنم رفیق بادیگارد داره. لامار همون رفیقت که اون همبرگر دوست داشت دیگه؟ آره همون که همبرگر دوست داره. باشه خب بزن بریم. بچا خیلی دوست دارم اون ماشین رونالدو رو برونم. میگم رونالدو این ماشین من نگاه کن درش خورده، یکم تصادف کرده ماشین صدا میده. میشه با ماشین تو بریم؟ آره چرا که نه، بیا با ماشین من بریم. ای دمت گرم دیگه. بیا سوار شو. حاجی چه ماشینی داره. بچه‌ای که ماشین باز باشن اسم این ماشین رو میدونن، لوگوش هم که 4 تا دایره است. آقا برو بریم. اوف چه صدایی داره ماشین. آقا برو بریم شه لامار. فقط بذار زنگ به لامارم بزنیم. جواب دا. الو سلام چطوری لامار خوبی؟ سلام فرانکلین جان چه خبر؟ سلامتی قربونت. لامار خونه ای من با رونالدو دارم میام خونتون. رونالدو کیه؟ بابا رونالدو دیگه. رونالدو رو تو مگه نمیشناسی؟ نه همون پیسر سوپرمارکتیه. سوپرمارکتی چیه؟ نه بابا لامار رونالدو دیگه. کریستیانو رونالدو رو میگم. کریستیانو رونالدو فکر کنم هم کلاسی ابتداییم بود. آره پسر خوبی بود، همیشه معدلش 20 بود. چی داری چرت و پرت میگی؟ تو با رونالدو مگه هم کلاسی بودی؟ بابا فوتبالیست بهترین فوتبالیست دنیا
دیگه اونو میگم. بگو رونالدو دیگه. پس داشتم چی میگفتم؟ هیچی حواسم نبود. خب میگم چیزه کجا میای؟ خونمون میای؟ آره داریم میایم خونتون و یه کار خیلی مهمی هم داریم و بعد فقط ببین اومدیم اونجا سعی کن کار ما رو بندازی. این رونالدو ببین داداش پول مولینا میده اشغال میکنیم. پول میده. پس میگم خوب الان داریم میاین، میگم وقت ظهر یه ناهاری چیزی. لامار جان نکنه برگر میخوایم؟ خب آره دیگه برگر برای ما هم بخرید، خسیس نباشه که برگر بخرین کارتون رو راه میندازم هر چیزی که باشه. باشه بابا لامار یه برگر هم برات میخریم. ای دمت کرد دیگه، خیلی دوست دارم فرانکلین. آره اتفاقا من اصلا دوستت ندارم. بچه شما دوستش دارین؟ اگه دوستش دارین از 1 تا 10 به دوست داشتن لامارتون نمره بدین. ولی منم دوستش دارم، واقعا پسر بالیه. باشه لامار یه همبرگر هم برات میخریم. ای دمت گرم دیگه. بوس به کله کچل تو خداحافظ. چی باشه خداحافظ. عجب آدمیا. چیه خونه بود؟ آره خونه بود. الان داریم میریم هم خونه‌ش. فقط سر راه من باید یه همبرگر برای این بخرم و این کارمون رو راه بندازه دیگه. همبرگر خودت من میخوام دیگه. همبرگر شما میخوای بخری؟ خب باشه بخری یه دونه همبرگر دیگه. نه چون خود کمک میکنه یه 100 تا اینا براش میخوام همبرگر بخرم. میخوای 100 تا براش همبرگر بخری؟ وای بچه لامار دیگه میخواد عشق و حال کنه دیگه. ببینی رونالدو 100 تا همبرگر خریده، هر کاری از دستش بیاد برای این رونالدو انجام بده. باشه بس ما بریم همبرگرها رو بخریم، ولی 100 تا خب زیاده، یکم تعدادشو کمتر میخریم. بریم همبرگرها رو بخریم و بریم خونه لامار. ای فرانکلین جان این یکی خیلی خوشمزه بود. داره میتریکم 4 تا همبرگر خوردم. بابا لامار بسته به خدا دیگه میتریکی. حاجی رونالدو رفت براش کلی همبرگر خریده و داره همه‌شو میخوره. الان 4 تا خورده. میگم لامار برام میتونی بادیگارد جور کنی؟ بادیگارد چی میخوای؟ ببین لامار رونالدو خونش اومده دوز کلا ماشیناشو برده. یه چند تا ماشین خیلی گرون قیمت هم داشت ماشیناشو دزدیده رفته. بعد به رئیسم زنگ زد اون گفت بادیگارد ندارم، تو میتونی برام یه بادیگاردی یه 2 3 تا محافظی چیزی جور کنی؟ فرانکلین ببین الان کل بچهای محل برا منه. بچهای محل؟ خب آره میدونم یه گروه استریت کلا دست توه دیگه. خب ببین خب میتونم برای رونالدو یکم هزینه داره، ولی خب میتونم براش چند تا آدم جور بکنم و یه کسی جرئت نکنه اصلا نزدیکش بشه. منظورت چیه؟ یعنی از آدمای گروه استریت میخوای بدی به رونالدو؟ از آدمای گروه استریت که والا نه نمیان، بالاخره هزینه داره. لامار میگم هزینه. خب هزینه چقدر؟ من هزینهشو پرداخت میکنم. هر آدمی اگه میخواد بیاد خب محافظ من بشه، من کلی پول بهش میدم. این شد حرف حساب. پس یعنی پولشو پرداخت میکنی؟ آره دیگه لامار من به تو میگم این خیلی پول داره. ببین تو کافی بهش عدد بدی همون لحظه پولو بهت میزنن. اگه اینجور باشه میتونم خب براش یه گنگ را بندازم. یه گنگ؟ یعنی تو میگی که رونالدو یه گنگ برای خودش داشته باشه؟ آره دیگه اگه گنگ داشته باشه دیگه کسی جرئت نمیکنه نزدیکش بشه. الان مثلا فرانکلین جان نگاه کن محله خودمونو ببین، گروه استریت هیچ کسی جرئت نداره نزدیک محله ما باشه. بچه‌ها همه جا هستن، همه مشغول، همه حواسشون جمع که اگه کسی نزدیک محله ما بشه حسابشونو برسن. پس نگه نظر منو میخوای بهتره اینه که رونالدو هم یه گنگی داشته باشه. گنگ رونالدو بچه‌ها خیلی چیز خفنی میشه. رونالدو تو میخوای یه گنگ داشته باشی؟ ببین گنگ یعنی اینکه مثلا اینکه یه چند تا محافظ خیلی خفن درجه 1 برای خودت داشته باشی. راستشو بخوای بعدم نمیاد. خب خفن میشه اگه همیشه حواسشون به من باشه. آره چرا که نه. ببین میتونیم گنگ تو داشته باشیم، بعد مثلا یه تم رنگی داشته باشه، یه اسمی داشته باشه، یه همچین چیزی خیلی باحال میشه. آره پس که باحال میشه. خب من میگم ببین اگه رونالدو الان لباسش زرد و آبیه، یه تیم زرد و آبی، اما گنگی نداریم، یه گنگ زرد آبی را میندازیم، اسم گنگم میذاریم گنگ رونالدو یا گنگ CR7. گنگ CR7 یا گنگ رونالدو. وای بچه‌ها خیلی خفن میشه. رونالدو تو اوکی؟ یعنی رنگش این باشه، رنگش زردآبی باشه، حالا تیم النصر هم اینجوره زردآبی باشه و ماشین و اینا هم حالا میریم از سیمیو میخریم، ماشین و اینا داشته باشی و کلی آدم بر خودت داشته باشی و اون موقع دیگه هیچ کسی نمیتونه نزدیکت بشه. راستشو بخوای من که موافقم. فقط ماشینا رو زنگ بزن سیمیون آماده کنه، بعد بگو طرح منم روش بزنه دیگه. گنگ CR7 قرار کل جزیره لس سانتوس رو بر خودش کنه. کل جزیره لس سانتوس که حالا گروه استریت نمیتونه کاری کنه، ولی خب آشه اوکیه. لامار تو میتونی آدماشو اوکی کنی؟ باشه فقط یکم هزینه داره میدونیم. پولو بهش بگو دیگه فرانکلین من روم نمیشه. آها باشه. ببین رونالدو برای اینکه حالا این گنگ برای تو بشه، یعنی این آدما چند تاشون استخدام بشن و محافظ تو باشن، تو باید یه پولی پرداخت بکنی. حالا یه مبلغی داره. باشه هر چقدر میخواد باشه، فقط شما عدد بگی من بگم بچه‌ها بزنم به حسابتون. داری دیگه یه عدد بگو بزنم حساب تمام. آجی خودم هم میتونم برم تو گنگشو. لامار میگم خودم هم برم تو گنگش، خیلی خوب میشه. آره چرا که نمیشه؟ باشه ببین رونالدو اصلا من میتونم دستیارت شم. اوکی من دستیارت میشم توی گنگ، منم عضو گنگ تو میشم. پس اگه اینجوره که آقا بزن بریم. حله. ببین تو برو خونه خیالت راحت باشه، من میرم لباس گنگا رو آماده میکنم، این بچهای گنگو با هم دیگه جمع میکنم، ماشیناتم از سیمیو میگیرم. باشه فقط ماشینا رو خواستی بگیری بگو منم بیام. حله اوکیه. یک روز بعد وقت آماده شدنه.
بچه امروز اولین روزیه که من عضو گنگ رونالدو شدم. ماشینمو بردم کاستوم کردم، لباسو دیدیم بچه، لباسمون خیلی خیلی خفن شد. نگاه کنین، حتی لباس سفید زیریم هم عکس رونالدو روشه، CR7 کریستیانو رونالدو روی بازوم هم زدم و پشتم هم عکس رونالدو با اونه. خیلی خفنه. تم زرد و آبی اصلا یه چیز ببین اوسکی شده دیگه. بچه فقط الان باید بریم لامار ببینم گروه گنگو آماده کرده یا نه. تم زرد و آبی باید باشه بچه‌ای که آماده کرده و ببینم تعدادشون چند نفر رو اصلا آمادگی دارن یا نه، یعنی آدمای زرنگ و قوی هستن یا نه. بریم اونا رو نگاه کنیم و بعدش قراره با رونالدو بریم پیش سیمیون قراره کلی ماشین زرد و آبی، رولز رویس، لامبورگینی، بوگاتی، کلی ماشین خفن برای گنگ رونالدو آماده کنه. قراره که بچا لوگوی رونالدو رو من روی این ماشین بزنم. به نظرم خیلی خیلی خفن میشه. الان فقط خیلی سریع خودمون رو برسونیم پیش لامار. خب بچا ببینیم لامار چیکار کرد. اوه بچا اینا رو نگاه کنین، تیپ زرد زدن، حالا بعضیشون زرد نیست. لامار گنگمون اینه. آره فرانکلین جان گنگمون اینه. بچهای حرفه‌ای تیراندازی نه، همه لحاظ اینا آموزش دیدن و کارشون خیلی درسته. بذار ببینم، خیلی هاشونم میشناسم. آره بچا اینا کارشون درست و به بچهای CR7 آقا خیلی خوش اومدین. سلام گربا، ما هم خیلی خوشحالیم که عضو گنگ رونالدو شدیم. ما همه جوره آماده ایم که از رونالدو محافظت کنیم. بابا دم شما گرم دیگه. آقا چرا گنگی بشه گنگ رونالدو. بعد لامار میگم اینا رو بفرست سمت خونه رونالدو، اونجا رو بگو کلا حواسشون باشه به همه چی، یعنی اون محوطه رو برای خودشون بکنن. الان میرم پیش رونالدو، با رونالدو بریم اونجا ببینیم ماشینای سیمیون چیه. الی فرانکلین جان اینا رو میفرستم خونه رونالدو، اونجا رو کلا منطقه خودشون کنن دیگه بکس بنر رونالدو رو میزنن و اوسی میشه. دمت گرم دیگه آقا، دمت گرم آقا، خیلی خوش اومدین. فقط حواستون باشه دیگه بچا، رونالدو پول خوبی به شما میده، شما هم خیلی خوب باید ازش محافظت کنین. آقا برو بریم بچا سوار ماشین شیم بریم پیش سیمیون. البته با اول برم دنبال رونالدو بعد بریم پیش سیمیون. آره رونالدو ببین ماشین، حالا من این ماشین رو فعلا موقت برداشتم، یعنی ماشینمون قرار خیلی خفن باشه. لباسی هم که پوشیدم دیدی دیگه چطور بود؟ لباس واقعا خفن بود، دمت گرم. آره لباسا رو من خودم دوست داشتم. ببین گنگم رفتم بچه‌هاشو دیدم همه کاربلد، تیراندازینا ببین اصلا اوسکی دیگه. بچا خیلی وقت بود گفته بودین چرا کلمه اوسکی رو نمیگی، از این بعد دوباره میگیم. اینکه آره دیگه خلاصی تیراندازیشون اوسکی و الان قرار بریم چند تا ماشین برداریم با هم دیگه. ماشینا رو به سیمیون گفتم. گفتی که برای گنگ من یعنی آماده کنه؟ آره گفتم برای گنگ رونالدو تم زردآبی ماشینا داشته باشه، بعد اینکه لوگوت هم قرار روی ماشینا بزنم. به حالا ببینم کسی جرأت داره از من دزدی کنه یا نه. آره بیا بریم الان پیش سیمیون ببین چه ماشینایی برات آماده کرده. خیلی خوب آقا رسیدیم اینجا رو نگاه کن سیمیون چیکار کرده. بچا لامبورگینی، بنز، بوگاتی. سلام چطوری سیمیون؟ سلام به آقای فرانکلین، چه خبر، چیکار می‌کنی؟ سیمیون دمت گرم ترکوندی ماشینا رو نگاه کن. باورم نمیشه سیمیون، واقعا کارت خیلی خفن بود. این بهترین ماشیناییه که تو عمرم دیدم. رونالدو فقط ببین چه ماشینایی برای گنگ. بچا فکر کنم خفن ترین گنگ توی GTA الان گنگ رونالدو باشه. ماشینا شما نگاه کن، بوگاتی شیرون، بنز، دو تا رولز رویس، یکی از رولز رویس‌ها نگاه کن دو رنگ و یه CR7 هم روش زدن و خیلی خیلی خفن. آقا من که خودم عاشق این گنگه شدم. شما هم تو کامنت ها بنویسید ببینم به نظرتون خفن ترین گنگ تا الان توی GTA برای کدوم گنگ بوده. فقط پول یکم زیاد میشه. خیالت راحت باشه سیمیون، همین الان کلش واریز میکنم برات. دمت گرم خیلی خفنه. باورم نمیشه بچا رونالدو چه گنگی برای خودش جمع کرده. همه ماشینا رو بردار بریم. آقا مبارکتون باشه دیگه، فقط مراقب ماشینا باشین که این ماشینا کاستوم شده است و هر جایی هم پیدا نمیشه. آقا ما حواسمون هست بچا، خیلی خفن شدن. بچا اینجا رو نگاه کنی، آقا گنگ همه جمع شدن، اینا افراد گنگمونه، اینا هم از ماشینامون که خیلی خفن شده و به نظرم قوی ترین و بهترین گنگ الان برای گنگ رونالدوه. یا فرانکلین من میخوام گنگم هم یکم ارتقا بدم. ارتقا بدی؟ ارتقای چی؟ این همینجوری خیلی خفنه. میگم نظر چی گنگمون هم کشتی و قایق داشته باشه هم هلیکوپتر و جت. کشتی و قایق و جت و هلیکوپتر بچا هیچ گنگی توی GTA همچین چیزایی نداره. به نظر من که خیلی خفنه. اگه دوست داریم پارت دوم این ویدیو به زودی بیاد و با گنگ رونالدو رو ارتقا بدیم و قوی ترش کنیم، همین الان دکمه لایک رو بزن و لایک ها رو به بالای 4000 تا برسون. خیلی دوستتون دارم. اگه تا این ثانیه ویدیو رو نگاه می‌کنید به عشق خودتون و رونالدو یه قلب قرمز توی کامنت ها بذارین و اگه دوست دارین پارت دوش هم بچا خیلی زود بذارم کلمه پارت دو رو همین الان توی کامنت ها بنویسید و بریم برای پارت دوم که کشتی و قایق شاید موتورم براش خریدیم و وسیله‌های دیگه. گنگ رونالدو رو قرار ارتقا بدیم و یکی از خفن ترین گنگ‌های داخل GTA بشه. کانال یوتیوب منو حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم روشن کن که هر وقت ویدیو آپلود کردم برات پیام بیاد و بتونی بیای ویدیو رو ببینی. خیلی دوست دارم، مراقب خودتون باشین و تا این ویدیوهای خفن و گنگی دیگه بدرود. البته بچا توی کامنت بنویسید ببینم دوستان گنگ بعدی کی باشه. تا این ویدیو دیگه بدرود.